اگر از غذاهای تکراری خسته شدی حتما این خورشت خوشمزه و متفاوت رو امتحان کن. مطمئنم خوشت میاد. مواد اولیه‌مون خیلی ساده است. گوشت چرخ کرده، پیاز، آلو، زرشک و ادویه ها. اول کار یه پیاز رو رنده می‌کنیم و آب اضافیش رو کاملا می‌گیریم. بعد پیاز رو به گوشت چرخ کرده اضافه می‌کنیم. نمک، فلفل، زردچوبه و ادویه دلخواه رو می‌ریزیم و حسابی ورز میدیم تا مواد کاملا یک دست بشه. حالا از موادمون قلقلی‌های کوچیک درست می‌کنیم و حدود نیم ساعت داخل یخچال می‌ذاریم تا خودش رو بگیره. برای آماده سازی خورشت یه پیاز دیگر رو نگینی خرد می‌کنیم. داخل تابه کمی روغن می‌ریزیم و پیاز رو تفت میدیم تا کمی سبک و طلایی بشه. بعد قلقلی ها رو آروم روی پیاز ها میچینیم و اجازه میدیم یک طرفشون خوب سرخ بشه. وقتی کامل سرخ شد وسط تابه رو باز میکنیم. یک قاشق رب اضافه میکنیم و با همون روغن تفت میدیم تا رب خوش رنگ و خوش عطر بشه. آلوهایی که از قبل خیس دادیم رو اضافه میکنیم. بعد کمی آب میریزیم. در تابه رو میذاریم و اجازه میدیم خورشتمون حدود 40 دقیقه با حرارت ملایم جا بیفته. اواخر پخت زرشک رو جداگانه با کمی روغن تفت میدیم و به خورشتمون اضافه میکنیم. بعد از حدود 15 دقیقه خورشت بی‌نظیرمون آماده است. غلیظ، جا افتاده و فوق‌العاده خوش عطر. حتما این غذا رو درست کن و توی کامنت ها نظرت رو به هم بگو. اگر این آموزش رو دوست داشتی کانالمون رو دنبال کن